بر اساس تحقیقات به این نتیجه رسیدن که 90% زوجین اعتقاد دارن که برای داشتن یک زندگی سالم و یک رابطه خوب عشق لازم، وجود عشق لازم. و جالب اینجاست هر چقدر تعریف دو نفر از عشق یکسان‌تر باشه، نزدیکتر باشه، اون رابطه پایدارتر و موفق‌تر. یعنی اگر ما با کسی رابطه هستیم یا میخوایم بشیم و تعاریف اون از عشق با این آدم چیه؟ نزدیکه، با این آدم خیلی راحت‌تر میتونیم زندگی کنیم. چون مفاهیم اینه که واقعا بعد مهم نیست. یعنی آخرین چیزایی که بحث میشه درباره این چیزاست. ولی خب اولین چیزایی که بحث میشه باید درباره این چیزا باشه. اولین چیز یا من خودم میدونم رفتم خواستگاری، بعد یه خانم گفتش که من خیلی خواستگار داشتم، من خودم استرس گرفتم، گفتم که یا اول از الان این میخواد بالا پایین ما رو بکشه بیرون. بعد گفت سوال بفرمایید. من پرسیدم هدف شما از زندگی چیه؟ یارو گیر پاش کرد. بعد گفت من این سوال خیلی سخت بود. من اون لیست خواستگاریشم چی پرسیدم؟ گفت مهریه، جایزیه، من دستشون درد نکنم، من زحمت کشیدم. خیلی این آسیب شناسی ها، این آسیب شناسی جامعه ماست. وارد رابطه میشه رو بعد مثلا یک سال تا میگه مثلا تو نظرت در موردش چیه؟ خیلی مهمه. وقتی که به یک مفهوم مشترک برسیم اون موقع میتونیم حرف بزنیم. مثلا همون زبان مشترک دیگه. داره به یکی انگلیسی حرف میزنه، اون نمیفهمی یارو. تو اصلا میگی عشق، این یه چیز دیگه‌ای برداشت می‌کنه. اون یکی میگه عشق، اون یه چیز دیگه‌ای برداشت می‌کنه. مثلا با مفهوم تو آشنا نیست. میگه عاشقتم، منم عاشقتم عزیزم. بعد میره تو رابطه. بعد میگه که کی بهش حرف میزنه؟ میگه به تو چه؟ من رفت عاشقم، میگه عاشقم که عاشقم ربط نداره. پس این اصلا عشقی که داره میگه اون نیست، این یکی هم عشقی که چیز دیگه اصلا به هم ربطی نداره. ولی جفتشون یه بار نیست. واژه‌هایی که معنوی هستن دستون مراده. واژه‌هایی که معنوی هستن هر چقدر مفاهیم رو به سمت عینی تر ببریم به اشتراک بیشتری میرسیم و به رابطه بهتری میرسیم.